از کجا شروع شد؟ مرسدس بنز. آیا می دونستید اولین راننده سفر جاده‌ای یک زن بوده که در حمایت از اختراع همسرش با اولین خودروی تاریخ 106 کیلومتر رانندگی کرده؟ خودرویی که در دهه‌های بعدی رکورد فروش گرانترین خودروی دنیا رو زده. کارل بنز، مهندس آلمانی، در سال 1886 تونست اولین خودروی جهان رو بسازه. خودرویی که یکی از مدل‌های محبوب اون با فروش به ارزش 143 میلیون دلار گرانترین خودروی جهان شد. اما کسی به خودروی بنز اعتماد نداشت. در همین زمان برتا بنز، همسر کارل، تصمیم گرفت و بدون اجازه همسرش برای اثبات این اختراع با این خودرو به سفر بره. به همراه دو پسرش مسافتی حدود 106 کیلومتر رو از شهر مانهایم به فورتسهایم طی کرد. با این کار برتا موفق شد توجه مردم و رسانه ها رو به اختراع همسرش جلب کنه. درست در همون سال در گوشه دیگری از کشور آلمان، در شهر اشتوتگارت، دایملر اولین ماشین 4 چرخ جهان را اختراع کرد. خودرویی با فناوری موتورهای سبک که نام دخترش مرسدس رو روی اون گذاشت. در سال 1926 این دو برند با هم ادغام شدند و برند افسانه‌ای مرسدس بنز شکل گرفت. مرسدس بنز به سرعت رشد کرد و تولید انواع مختلفی از خودروها رو آغاز کرد. جالبه که بدونید شاه ایران یکی از سهامداران شرکت مرسدس بنز بوده. اون مدلی خاص رو برای استفاده ارتش به نام جی کلاس سفارش میده. مدلی که برای اقلیم‌های مختلف ایران مثل کوهستانی، کویری و مناطق مرزی مناسب بوده. در سال 1979 نسل اول جی کلاس معرفی و آماده تولید شد، اما با تحولات و انقلاب در ایران برنامه تحویل این خودروها متوقف شد و این خودرو وارد بازارهای جهانی شد. در حال حاضر مرسدس بنز با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا پیش میره، از خودروهای تمام برقی سری EQ تا سیستم‌های خودران درایو پایلت که پرچمدار نوآوری و فناوری هستند. مرسدس بنز از سه‌چرخه ساده با موتور گازی به نمادی از شکوه، مهندسی و رویا در جهان تبدیل شد. برای داستان‌های بیشتر پیج ما رو دنبال کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.